پارسال این موقع ها بود من استادم بهم گفتش که یکی از دوستاش که یک استاد آلمانی هستش توی یکی از دانشگاهی خیلی خوب آلمان میخواد دانشجو بگیره و صدف به نظرم تو میتونی مدارک تو آماده کنی بهش بفرستی که اگه همه چیز اوکی بود و اینا تو سال دیگه این موقع پیشش باشی و بتونیم که یک پروژه با هم دیگه ببرین جلو. و من یادمه که یکی از مثلا مدارکی که میخواست آیلتس بود و من 2 ماه آیلتس دادم، پروپوزال بعد مینوشتم، توی کمتر از 1 ماه نشستم و پروپوزال نوشتم و اینا و خیلی امیدوار که من قطعا سال دیگه آلمانم و میتونم این نوید رو به تمام کسانی که دردهای استخوانی دارن و مبتلا به آرتروز هستن و اینو بگم که اصلا نگران نباشید، صدف is coming و قراره که تمام این مشکلات رو ما حل بکنیم و این داستانا. تا اینکه استاد آلمانی به من گفتش که خب ببین ما باید برای یک فاندی هم اقدام بکنیم که خب بودجه این پروژه در بیاد دیگه و اینا و خب این 1 سالی طول میکشه. منم گفتم که باشه و خب من خیلی امیدوار بودم که ما این فاند رو میگیریم، یعنی من اصلا ردخور نمیدیدم این چیزو و خب هر روز میشستم سرچ انجام میدادم، چه میدونم عفونت استخوانی چیه، آرتروز چیه، فلان چیه، بیسار چیه و اینا. تا اینکه یک دوستای من یه روز به من گفتش که ببین نمیخوای کار کنی، مثلا چرا اینطوری نشستی هیچ کاری هم نمی کنی، پولی در نمیاری؟ گفتم نه من دارم سرچ انجام میدم، تمام بیمارانی که آرتروز دارن الان منتظر منن فلان و اینا. گفت نه پاشو بیا کار کن، یکم پول در بیار، تن لش بازی در نیار. و من هم تایید کردم و گفتم که بله چشم. خلاصه آقا ما با 1000 ضرب و ضرب رفتیم سر کار و منم اولاش اینطوره که نباید تایممو مدیریت بکنم که هم به مطالعاتم برسم هم به کارم برسم که خب بعد به اطلاعاتون برسم که نتونستم، یعنی مثلا یه جای دیگه واقعا نتونستم دیگه. و اینجایی که من کار میکردم خب اینطوری بود که ما باید یه پروژه‌ای رو توی عمان پیش میبردیم جلو و به ما گفتن که پاشید برید عمان و من اینطوری بودم که وای نه خب من میخوام برم سال دیگه آلمان، نمیدونم مگه تو نمیدونی تمام بیماران مبتلا به آرتروز الان منتظر منن و اینا. و دوستم گفتش که خب بابا حالا که نشده که تو بیا حالا اینو چیز بکن و اینا. خلاصه این بنده خود باز ما رو راضی کرد و اینا که حالا فعلا بیماران رو بذار که نه، فعلا به خودت فکر کن و بیا از این فرصتی که پیش اومده برات استفاده بکن چون میتونه فرصت خوبی باشه برای تو. خلاصه آقا ما رفتیم عمان رو، خیلی هم یهویی رفتیم عمان و من یک روز داشتم ایمیلامو باز میکردم چک میکردم و دیدم بله یک ایمیلی برای من اومده با این عنوان که rejection letter و من این ایمیل رو باز کردم و متوجه شدم که خب من ریجکت شدم و فاندی به پروژه من متاسفانه تعلق نمیگیره که خب به من پیشنهاد دادن که در شهر به من پیشنهاد داده شد که برو و دنبال فاند دیگه بگرد، ببین میتونی خب فاند دیگه پیدا بکنی. اونه که خب متاسفانه نتونستم. حالا چرا اینو گفتم؟ اصلا چرا گذاشتمش روی این تمرین ناقص تنیسم؟ راستش نمیدونم چرا گذاشتمش روی این تنیسه، ولی چیزی که خواستم بگم اینه که واقعا تا یک چیزی مطمئن نشده براتون براش تمام فرصت ها و انتخاب هایی که براتون پیش میاد رو فدا نکنید. هیچ وقت این کار نکنید. یعنی تا زمانی که اطمینان حاصل پیدا نکردین بهش خیلی دل نبندین و فکر نکنین که دیگه تموم شد و شما پلن زندگیتون رو بستین و دیگه مثلا اوکیه همه چی و اینا. واقعا زندگی انقدر در طول زمان تغییر میکنه که شما هیچ پیش بینی نمیتونین برای این بکنین. مثلا همین توپای تنیس دیگه، من الان تو بین این توپای تنیس بکنم از 100 تاش 99 تاشو نزدم، ولی خب یکیشو فکر کنم زدم. من دقیقا زندگیم همینه. واقعا انقدر فرصت‌های مختلف پیش میاد که شما خب شاید تو خیلی از فرصت‌ها هم نتونید واقعا به اون هدف نهایی برسید، ولی بالاخره یکیش پیش میاد که شما رو به اون هدفتون میرسونه. پس به نظرم تا جایی که میتونین واقعا از فرصت‌های زندگیتون استفاده بکنید و سعی کنید که هیچ وقت چیزی که هنوز قطعی نشده رو توی ذهنتون بزرگش نکنید اصلا.